مثل درهای امروزی که بخوای بازش کنی باید متخصص بیاد باز کنه و باید حتما اگه چوبی آتش زده وارش، این نبود. این فیلم محمد رسول الله رو نگاه، اونجا که بازسازی کردن درها رو ببینید چجوری بازسازی کردن، در قدیم چجوری بوده. خیلی جالبه. من تاریخ روشمند مورخانو فعلا کاری باهاش ندارم، الان فیلم محمد رسول الله دراش اینطوری بود. خب شما سریال مختار رو ببینید، سن مختار با واقعیتش چقدر فاصله داره. شما به تاریخ استناد نمی‌کنی، به فیلم استناد می‌کنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همه شنوندگان عزیز برنامه رادیویی پل. خیلی خوش اومدید برنامه خودتون. این که کسی یه حرف نو و تازه بزنه خیلی خوبه، ولی یه شرطی داره. با ما همراه باشید تا شرطشو بگم. این چند روزه یه نفر در لباس روحانیت یه سری حرفا زده در مورد اینکه حضرت زهرا شهید نشدن یا اینکه اتفاقات شهادتشون اینجوری نبوده و یه سری حرفایی که قبلا زدن. ایشون مدرکی برای حرفشون از تاریخ نداره و به ذهن خودش اکتفا کرد. اگر بخوایم مثل ایشون فکر کنیم باید بگیم امام حسین میدونست که شهید میشه، چرا رفت کربلا؟ شهدای ما میدونستن اگه برن خط مقدم شهید میشن، چرا رفتن؟ اصلا میتونیم بگیم که خدا میدونست شیطون ما رو فریب میده، چرا شیطون رو آفرید؟ خلاصه این آدم نمیدونم به دنبال چی. اگه به دنبال شهرتی که این راهش نیست، اگه به دنبال اختلافه که این یه خیانته، اگرم به دنبال یه حرف نو و جدیده باید حرفش با دلیل و مدرک و سند تاریخی باشه یا حرف منطقی باشه. این شرط مباحث علمیه. همون شرطی که گفتم اینه که شرط مباحث علمی اینه که حرفت با دلیل باشه. ایشون اگر در فهم تاریخی دچار اشتباه شده میتونه از اساتید و متخصصان این علم بپرسه. اما من میخوام چند تا نکته رو به شما بزرگواران بگم که خیلی خیلی مهمه. نکته اول این که این مباحث بودنش در فضای علمی خودش هیچ مشکلی نداره و در بین عالمان و متخصصان مباحث بدتر از اینم بوده و به جوابش رسیدن، ولی اومدن این مباحث به سطح جامعه و درگیر کردن ذهن و باور مردم یه نوع خیانته. ایشون اولین کسی نیست که این حرفا رو زده و آخرین کس هم نخواهد بود. دو، دیگرانی که در این مباحث سررشته ندارن حق توهین و بی احترامی و فحش دادن به طرف مقابل رو ندارن، حتی اگر تمام حرفای طرف مقابل و این آقا اشتباه باشه. فحش دادن در مرام اهل بیت و روش اهل بیت نیست. ما مسلمان شده دست اهل بیت هستیم. چهار، این که افرادی حرفی بی دلیلی میزنن مثل این آقا نیاز به بحث و گفتگوی جنجالی نداره. اصلا نباید مهم و مطرحش کرد. شاید قصدشون این باشه که یکی رو بزرگ کنن تا بتونن باهاش اختلافاتی درست کنن. نکته آخرینه که برفرض محال ایشون بتونه ثابت کنه که حضرت زهرا به شهادت نرسیدن و به مرگ طبیعی از دنیا رفتن، که نمیتونه اینو ثابت کنه چون دلایل زیادی برخلافش داریم، این هیچ چیزی از ارزش و مقام حضرت زهرا کم نمیکنه. برای شنیدن بقیه رادیو پولا حتما به کانال جستجوی ما سری بزنید. خیلی خیلی دوستتون داریم.